اکمل جان ایسایف ساکنی ناحیه لیلک و پدری 2 فرزند با گمان غارتگری بازداشت شده بود. او همچنین به ویران کردن اموال خصوصی و دولتی هنگام مناقشه مسلحانه میان تاجیکستان و قرقیزستان گمانبر دانسته میشد. دادگاه لیلک روز 21 سپتامبر او را به 15 سال زندان محکوم کرد. نزدیکانش میگویند که او بیگناه است. من نمیدانم که چه خیل مفتشان در حوله ما در داخل جویک پمیدار مواد مخدر یافتند. در نوار فوری هم لحظه کشف شدن مواد مخدر پررنگ نمی نماید. همه این ساخته است. در متن پرونده درباره 2 مفتش گفته می شود، اما در اصل مفتشان 5 نفر بودند و یگانه نانآور خانه است. پدرمان فوتیده است، مادرمان بیمار است و او 2 فرزند دارد. امان جان باباجانوف و ایوب جان اورونوف ساکنان دهه بارباردوق به 8.5 سالی زندان محکوم شدند. ایوب جان 6 سال پیش ازدواج کرد. زوجه او حامله شده نمی توانست و آنها برای معالجه به تاجیکستان و ازبکستان می رفتند. بنابر مهلت طولانی معالجه آنها مجبور شدند خود را موقتا در قید تاجیکستان گذارند. به گفته پدرش او در غارتگری دست نداشت. دادگاه او را به 8.5 سال زندان محکوم کرد. گفته بودند یاری میدهند، بیماری را به نظر میگیرند. نمیدانم آینده چی کار کنم. پسرم در وقت مناقشه اینجا بود. او را به ماشین همسایه که دزدیده شده بود به تاجیکستان بردند. ماشینی که دیگران دزدیدند برگرداند، اما به جای رحمت او را عیبدار کردند. این ماشین را یک ساکن تاجیکستان با نام شوکت دزدیده است. خوب زنده باشیم میبینیم چی میشود. این شهروندان را مقامات حفظ حقوق قرقیزستان بازداشت کردند. به گفته تفتیشات کار آنها در دوربین‌های نظارتی ثبت شده است. با حکم دادگاه ناحیه لیلک از 14 سپتامبر با جرم جنایت علیه صلح 2 شهروند تاجیکستان عبدالرازق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف به حبس ابد و پرداخت جریمه محکوم شدند. به ادعای مفتشان عبدالرازق عبدالقهاروف روز مناقشه به تاجیکستان به نزد پدرش گریخته است. مفتشان میگویند در تلفن دستیش عکس‌هایی را یافتند که او با نظامیان تاجیک است. نظامی‌ها از پسر من طلب کردند که خانه را خالی کند و او را تاجیکستان فرستادند. او در آنجا با نظامیان تاجیک صورت گرفته است. بعد 1 ماه ملیسا آمده حجت‌های کلینی مرا تفتیش کردند. او کسی را نکشته است، تیر نپرانده است، نخواد برای یک صورت چنین جزای سنگین دهند. این ممکن نیست. ما حکم عادلانه می‌خواهیم. هیچ اثباتی در دست نیست که او جای را غارت کرده، قانون را ویران کرده باشد. لیکن پشیز نمی بیرگانی که من ناراضیه. در مناقشه مرزی در دهه بارباردوق اموال خصوصی را آتش زده خانه ها را غارت کردند. جبر دیدگان طلب دارند که برای این کار کسی باید جواب گوید. در مناقشه مسلحانه مرزی در پایان ماه اپریل 36 شهروند قرقیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شدند. در هر دو طرف 10 خانه و اموال دیگر دولتی و خصوصی از بین رفت. دادستان‌های کلی 2 کشور از روی این حادثه پرونده جنایی گشودند.